این نقشه شما متعدد دیدین دیگه، به هر حال نقشه کره زمینه و همه باش آشنایی داریم، ولی در این ترسیم این نقشه مقداری اغراق شده. برای مثال آقا شما داخل تصویر می‌بینید که این قسمت گرونلند متعلق به دانمارک اندازه آفریقا تقریبا، ولی اینطوری نیست. 15 برابر بزرگترش بکنید تا بشه اندازه آفریقایی. سه تا کشور اسکاندیناوی که اندازه هند باید 2 برابر و نیم بزرگتر بشن تا بشه اندازه هند. روسیه اینقدر بزرگ نیست و کشورهای دیگه هم باز اینقدر بزرگ نیستن. موقعی که می‌خواستن به قول گفتنی خودشون رو ترسیم بکنن، چون ابرقدرت بودن، یک مقداری پهلو خودشون رو ترسیم کردن. این به کنار چیز جالب دیگه که اینجا وجود داره در مورد فرانسه است. فرانسه متعدد جزیره داره. برای مثال اینجا جزیره داره، اینجا جزیره داره، 2 تا اینجا داره، یه دونه اینجا داره، یه دونه اینجا داره، باز اینجا بگردی مجموع جزایر اینجا جزیره داره، این قسمت جزیره داره. یعنی مثل یه آدمی که تو کوچه راه میرفته ببینه کدوم خونه خالیه، بریم اینجا رو بدزدیم. تو دریا راه میرفته میده این جزیره که پیدا کرده انگلیس نبرد داشته، بچه بزن. و تو داستانی که اعتراضات شکلی افتاد تو فرانسه و گفتنی نبردهای خیابانی انتشار شده بنده به صادق بود، و تو نظر اومد که اگر فروپاشی بشه فرانسه چقدر جالبه ها، کلی از کشورهای مستعمره‌اش تو آفریقا توش راحت میشن، کلی از این جزیره‌ها ول میشن. بدن نیست. ما فرانسه زمان شاه مشتی سرمایه‌گذاری کردیم برای نیروگاهاش، جای طلبمون که بهمون ندادن این چند تا از جزیره‌ها رو برداریم.